جون خودم اگر بگن حالو گل سرسبده، توی تموم شاعرها و یه طنز و جد سر آمده، بگن رو دستش تا حالا هیچ شاعری نیومده، تموم ریزکاری طنز و فقط اون بلده، میگم که این کارا دیگه قدیمیه، کپک زده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر بیان جوازم رو دوباره حاضر بکنن، فیلمای توقیف شدم و پروانه صادر بکنن، دفترم رو باز بکنن، صدر دفاتر بکنن، کتابامو چاپ کنن، اصلا منو ناشر بکنن، به هم بدن یه وام تبصره سه خارج از رده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر کرایه ور بیفته تاکسی مفتکی بشه، تو مترو واسه هر نفر یه واگن تکی بشه، دموکراسی جانشین سیستم زورکی بشه، اصلا رئیس جمهورمون آقای متکی بشه، بگن که این رفته و اون یکی روی کار اومده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر بیان رو پشتمون هر خونه دیش بذارن، مثل یه دولت قوی بیان و پا پیش بذارن، برا گوگوش و داریوش برنامه تو کیش بذارن، یا اینکه کنسرت قمیشی توی تجریش بذارن، امر به معروف نکنن که این خوبه یا اون بده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. بگن که دختر پسرها با هم بیان با هم برن، 8 روز هفته تو خونه پارتی و مهمونی بدن، برقصن و بخونن و بلنبونن بجنبونن، با هم دیگه خوش باشن و شوخی کنن تا میتونن، نوار ساسی گوش بدن، یا بندری یا هایده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. صبح که میشه در بزنن مفتکی صبحونه بدن، یه کاسه کله پاچه با سنگک شادونه بدن، بنزین رو تو ظرفای 20 لیتری در خونه بدن، به کچلا کلاگیس و به مودارا شونه بدن، امضا بدن وعده هاشون قلابی نیست صدی صده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر بیان و تهرون رو بدن به دست کارشناس، در اختیارش بذارن 100 تا تریلی اسکناس، اونم بیاد عوض کنه سیستم شهر رو از اساس، جوری که اشتباه کنن همه با شهر لاس وگاس، بازم میگم اینا همش حقس و دوز و شعبده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. بگن که دخترها بیان قلیون مفتی بکشن، تموم دختر پسرها به هم دیگه آب بپاشن، اونجوری دوست دارن بشن، اینجوری دوست دارن باشن، هیچکی نگه واه که چقدر این جوانا تن لشن، به هم بدن SMS پنپه یا دنده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر بگن هر کی میخواد عللی تللی کنه، هر کسی که میتونه کودتای مخملی کنه، یاور درویش بشه و همش علی علی کنه، اصلا بیاد به جای ما تکیه به صندلی کنه، از این به بعد وزیر میشه هر کی که کارو بلده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای. به هر کی مستاجره یک خونه مجانی بدن، اساسش هم بدن تماما انگلستانی بدن، فرشاشو انگلیسی نه، اونا رو کرمانی بدن، وسایل برقیش هم از دم همه آلمانی بدن، بگن که خرت پرتاش هم از اون ور آب اومده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر سیاستمدارا یه متفاوت بسازن، زندونا رو خراب کنن، به جاش توالت بسازن، از صورت زندونیا یه دونه ماکت بسازن، بعد تو موزه ببرن، یه غرفه ثابت بسازن، از اونها اسطوره بسازن، این هوا و این قده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر بیان بگن حجاب و بیخیالش بشینو، یا دوباره نشون بدن بدون سانسور اوشینو، کسی دیگه نگه کجا وایسا چه جوری بیشینو، کسی دیگه نگرده صندوق عقبای ماشینو، بگن که آستین کوتاه والا نداره مفسده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر سیاست یه طرف دین یه طرف جدا بشه، سانسور این مسخره بازی ها همش رها بشه، اگر تو هر محله ای چند تا کاباره وا بشه، که نور دریای خزر عین زمون شاه بشه، تو هر کوچه پس کوچه جای هر سوپری میکده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. آقا اگر بیان بگن آقا هر چی تو میگی همونه، ما 3,200,000 تومان بدیم به هر خونه، منم میگم پول چیه؟ ملا چرا فراوونه؟ این همه ملا برای چی ولو تو کل ایرونه؟ اونا هم بگن که جای ملا توی قم یا مشهده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای. اگر بگن هر کی میخواد لباس رنگی بپوشه، قرمز و سبز و صورتی، پوست پلنگی بپوشه، بدون مانتو شلوار لوله تفنگی بپوشه،
خب بره آزاده، اصلا دامن تنگی بپوشه، بگن تموم مشکلات از روسری و چهارقده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. اگر بیان طلا و نقره بگیرن هیکلمون، لیدی گاگا مجری بشه تو رادیو و تلویزیون، یا اینکه باز دوباره 1 تومن بشه قیمت نون، بگی آقا چند کوکا، جواب بده 4 قرون، 1 تومنی 1 قرونی اصلا میدونی چقدره؟ من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. چرا خجالت بکشم یا بکنم رو درواسی؟ تومن چیه؟ قرون چیه؟ بهت بگم حضرت عباسی، شکر بشه 1 عباسی، روغن بشه 2 عباسی، آدم پیر و راست وا بدارم به رقاصی، حتی با اون حالو که شهر قصه رو خوب بلده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده، میخوای نده. متشکرم. ضمن این توضیح که دوباره باید بگم، باز نگین حال تو این چیا چرت پرتا چی میگه، این زبان حال ضد انقلابایی بود که نمیرن رأی بدن، همینایی که میخوان دوباره عین زمان شاه باشه. آدمایی با شخصیتی مثل شما میرن رأی میدن، برای رأی بدیم، منم رأی میدم. بچه خوبی باشین، دندوناتون هم مسواک کنین.